رقابت راهبردی برای مدیریت جهان با آمریکا داره. 10,000 میلیارد 100 برابرش رو هم میده برای اینکه آمریکا رو نابود بکنه. چین میخواد هژمون دنیا بشه. آقای دکتر، ما اینا رو از شما باید یاد بگیریم، نه اینکه من الان جسارت کنم خدمت شما بگم. حرفهایی میزنید یه دونه دلیل و سند براش نمیارید. یه دلیل و سند براش نمیارید. مگه نمیگفت آقای ظریف لاوروف و روسیه چین و اینا مخالف برجامن؟ پس چرا الان میگید در نمیفته با آمریکا؟ چرا انقدر دروغ میگن؟ چرا انقدر تضاد دارید تو حرفاتون؟ چین وارد یه رقابت جهانی شده بعد از 2008. قرار بود مثلا 2050 بهش برسه، الان میخواد 2030 برسه. داره تمام هزینه ها رو انجام میده برای اینکه جای آمریکا رو بگیره. 100 برابرش هم هزینه میده. پیمان آکس قطعا نخوندید. آقای دکتر، متاسفانه شما فریز شدید توی اطلاعات گذشته، به روز نشدید. پیمان آکس رو برای من توضیح میدید الان؟ نمیدونم چیه. پیمانی که آمریکا و انگلیس با استرالیا برای زیردریایی نمیدونم چیه. خب من جسارت میکنم، ببخشید، نمیدونید چیه که این تحلیل‌ها رو ارائه میدید؟ برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از تشکیل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نقض کرده آمریکا NPT رو. برای چی؟ برای کنترل چین. من اینا رو نمیدونم، ولی من میدونی به جاش چی ولی شما مقالات روزنامه‌ها رو، پیج اینستاگرام و اینا رو دوست دارید. به جاش چی رو میدونم؟ اینکه چین آمده در عربستان داره موشک تولید میکنه. بله، احسن. چرا؟ عربستان فهمید جهان دیگه تک قطبی آمریکا نیست. دکتر صادق زیبا کلام نفهمید. این درده. امارات فهمید 2-3 ماه پیش منتشر شد. سعودی‌ها فهمیدن، شما نفهمیدین که گذاشتین چین و روسیه 2-3 ماه پیش منتشر شد. من نمیگه چینی‌ها رفتن برای عربستانی‌ها موشک ساختن. آخه 2-3 ماه پیش بندر با آمریکا رابطه دارن، با اروپا دارن. فهمیدن. زمین و زمون با همه دنیا قطع رابطه کردن. فقط چسبیدن به چین و روسیه. ماها رفتیم با آمریکا قرارداد بستیم، زیرش زدیم یا اونا؟ امارات که دیگه اصلا بنیاد و ریشش اصلا بر مبنای آمریکاست، در اومد 2-3 ماه پیش که آقا داره بندر مخفی با چین میسازه. اونا فهمیدن دنیا دیگه تک قطبی آمریکایی.